سلام، امروز اومدیم با تحلیل چارت طلا یه دونه خط بندازیم روش، بریم مقاومت و حمایتش. اینجا تحلیلی که قبلا کرده بودیم، حالا عکسش هم میذارم داخل پیج براتون. اینجا تیپ 1 مونو فعال کرده بوده، تیپ 2 هم فعال کرده و منتظریم تا بره تیپ 3 و فعال کنه. یه لحظه الان افتادیم داخل یک کانال سعودی. تایممون رو ببریم پایین تر. یه شکستی داشتیم، اوردر بلاک بوده و الان انتظار داریم که طلا یه دونه برخورد به مقاومت وسط داشته باشه و یه روند صعودی باز ادامه بده. این کانال صعودی کلا صعودی میره بالا و فعلا حالا رو هم نزولی نمیشه فعلا. این هم تحلیل چارت طلا.